سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز خیلی کوتاه میخوام بهتون بگم که سرورها چیا هستن. خب من شما رو از قبل کشیدم با لب خندان و موهای شونه شده. این هم لپتاپتون هستش. خب همونطور که قبلا گفتم شما با لپتاپتون وصل مودم خونتون میشید و بعدش وصل اینترنت. حالا اینترنت چیه؟ شامل هزاران مسیریاب که درخواست شما رو از خونتون میرسونن به در حقیقت اون سرورهایی که همیشه ازش حرف میزنیم. ولی اونا چیا هستن؟ اینترنت با یک پروتکلی به هم وصله، در حقیقت یک قانونی ما اونو میگیم به نام IP که این IP یک شماره هم داره. بچه ها من اینو خیلی کوتاه و مختصر دارم توضیح میدم و مبحث IP خیلی گسترده است و چند ساعت زمان میبره توضیح دادنش، برای همین من فقط به گفتن یک شماره اکتفا میکنم. خب و هر کدوم اینا با یک شماره به هم وصلن و این شماره ها در حقیقت مجوز اتصال به شبکه جهانی رو دارن و هر کسی که این شماره رو داشته باشه میتونه به شبکه اتصال پیدا کنه. در حقیقت مودم اینترنتش خونه شما هم همین IP رو داره و این IP رو از کجا گرفته؟ از اون شرکتی که در حقیقت بهش میگیم ISP یا شرکتی که داره به شما اینترنت میده و اونم دوباره وصل به این شبکه بزرگ هستش. خب سرورها سخت افزارهایی هستن که در حقیقت همین IP رو دارن و به اینترنت وصلن و یک سری کار رو انجام میدن. مثلا ما وب سرور داریم، میل سرور داریم، فایل سرور داریم و هزاران نوع دیگه شون. خب که یا میتونن سخت افزاری باشن یا میتونن نرم افزاری باشن. سخت افزاری در حقیقت به این معنیه که یک سری سخت افزار خیلی بزرگ با تعداد CPU و رم بالا وجود دارن و یک سری نرم افزار روشون و نصب شده که این خدمات ایمیل یا وب یا فایل سرور یا هر خدمات دیگه رو به ما عرضه میکنن. خب حالا فرض کنید که شما همین google.com رو سرچ میکنید. این گوگل اتفاقی که میفته از توی اینترنت میاد سمت دیتا سنتر. حالا این کشور آمریکاه و این هم دیتا سنتر گوگله. خب این سروری که مخصوص وب هست اینجا قرار داره. خب که این سرور اگر سخت افزاری باشه از انواع مارک های مختلف گرفته به نام HP، دل و معمولا تو شرکت های بزرگ و جایی که خودشون دیتا سنتر دارن از سرورهای فیزیکال زیاد استفاده میکنن و از زمانی هم که چیزی به نام AWS اومده یا آمازون وب سرویس، شرکت آمازون خودش دیتا سنتر داره اطراف کره زمین تو خیلی از کشورها و در حقیقت داره خدمات سرور رو به خیلی از شرکت‌ها ارائه میده و اومده هر کدوم از این سرورهای سخت افزاری رو تبدیل کرده به چندین قسمت و هر قسمتش رو جداگونه میفروشه به شرکت‌ها که هر کسی مجبور نباشه خودش یک سخت افزار کرایه کنه. ضمن اینکه شما میتونید حتی کامپیوتر یا لپتاپ شخصی خودتون رو تبدیل به سرور کنید. فقط باید یک IP بهش اختصاص بدید، IP اینترنتی که ما بهش میگیم IP پابلیک. در حقیقت شما وقتی یک IP پابلیک روی لپتاپتون یا روی کامپیوترتون ست میکنید میتونید به صورت مستقیم وارد شبکه اینترنت بشید و از اون سمت داخل شبکه اینترنت به سرورتون دسترسی پیدا کنید و در حقیقت این مسیریاب هایی که توی اینترنت وجود دارن میتونن مسیردهی سرور شما رو به عهده بگیرن و هر کسی توی کره زمین بخواد دسترسی پیدا کنه به سرور شما بتونه این کار رو انجام بده.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه. موفق باشید.